نام و یاد خدای مهربون آرام بخش قلب هاست. سلام، من احمد هلت هستم، مدیر مسئول مجله موفقیت. بزرگترین آرزوی من اینه که همه ایرانیان در سراسر جهان مثبت اندیش باشن. اعتقادم اینه که با اندیشه های سبز میشه پرچم ایران قدرتمند و سرافراز رو بر بام جهان نشوند. اما بعد راستی حالتون چطوره؟ عالی هستید؟ از این لحظه بعد وعده میکنیم هر کس در هر جای جهان از شما پرسید حالتون چطوره، فقط یک کلمه میگید عالیه. عالیه یعنی فرمان به کائنات، به زمین و زمان، به همه دنیا، به همه فرشته های عالم که خدا ای آسمون ای زمین، حال من باید عالی بشه. عالیه دروغ به خود نیست، عالیه فریب نیست. اگه بدم هستید خدایی نکرده بگید عالیه. وقتی میگید عالیه یعنی چند ثانیه بعد عالی میشه. اطمینان داشته باشید، به نسبت ایمانتون به دست میارید. با قدرت، مثبت اندیش، همه در هر حالی که دارید به این برنامه گوش میدید با قدرت مثبت بگید عالیه. وقتی که میشنوید حالتون چطوره، خب حالا بگید حالتون چطوره. تردید نکنید، تردیدها به ما خیانت میکنه. با قدرت مثبت، سبز، محکم، با ایمان کامل فرمان بدید به همه فرشته‌های عالم. آی فرشته‌های آسمون، من دلم میخواد از این لحظه بعد عالی باشم. ایمان داشته باشید، ایمان داشته باشید که حالتون عالی خواهد شد. گفتیم دروغ نمیگیم به خودمون. گفتیم وقتی داغونیم، وقتی بدیم، اگه بگیم بدک نیستیم، اگه بگیم اگه موج منفی بدیم بدتر میشیم. امتحان کنید حرفای منو، مطمئن باشید، ایمان بیارید. وقتی میگید عالیه تمام دنیا به شما کمک میکنن حالتون عالی بشه. همه اتفاقای خوب دنیا برای شما رخ میده. به نسبت ایمانمون به دست میارید. تو خاطر داشته باشید. اما در این برنامه 3 راز مهم و بزرگ موفقیت رو تقدیمتون میکنم. اولین راز جادوی اندیشه های مثبت. این راز بزرگترین راز موفقیت در سراسر جهانه. تو رو خدا جدی بگیریدش. هر چه که فکر کنید اتفاق میفته، خواه مثبت خواه منفی. اگه فکر میکنید خوشبختید یا نیستید، در هر دو صورت درست فکر کردید. اگه فکر کنید امروز روز خوبیه یا نیست، همین اتفاقای خوب یا بد دنیا براتون رخ میده. قانون اندیشه های قانون بسیار بسیار قدرتمنده. فکر ما زندگی ما رو تغییر میده، مسیر زندگی ما رو عوض میکنه. فکرهای خوب کنید، فکرهای مثبت کنید، نترسید. از همین لحظه شروع کنید. تولد جدیدتون مبارک باشه با اندیشه های مثبت. آدمای بزرگ در سراسر جهان اندیشه های مثبت داشتن و دارند و خواهند داشت. از همین لحظه تصمیم بگیرید فکرهای منفی رو دور بریزید. برای خودتون برنامه بگذارید 3 هفته، 21 روز. بزرگی در جهان میگه 21 روز زمان برای تثبیت هر عادتی نیاز هست و کافیه. یعنی 21 روز. اگر ساعت 5 صبح از خواب بیدار شیم، روز 22 ساعت بیولوژیک بدنمون بیدارمون میکنه. 21 روز اگر اندیشه‌های مثبت داشته باشید، روز 22 خود به خود بدنتون، ضمیر ناخودآگاهتون بهتون کمک میکنه که فکرهای مثبت کنید. فکرهای مثبت یگانه راه حل موفقیت. مهمه، بسیار مهمه، جدی بگیرید. اما راز دومین راز موفقیت، جادوی کلمات. بزرگی در جهان میگه کلام تو عصای معجزه‌گر تو، سرشار از سحر و اقتدار. هرچه به زبان جاری کنی متجلی میشه. همین که میگید خوبه، دنیا تمام کارهای خوبشو برای شما هدیه میده. همین که بگیم عالیه، همه جهان به سمت عالی بودن پیش میره و شما چیزی نیستید جز یک تکه از انرژی جهان که پیوسته اید به کل کائنات، به کل هستی. ایمان داشته باشید. وقتی میگید من عالیم، قدرتمندم، شادابم، سبزم، هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر میشم، همه دنیا کمک میکنم تا شما حالتون عالی باشه. راستی بگید ببینم حالتون چطوره؟ عالیه. دومین راز گفتیم جادوی کلماته.
عبارات جادویی تکرار کنید، عباراتی که 100% مثبت، مربوط به زمان حاله و باورش میکنید. بگید من خوشبختم، بگید من قدرتمندم، بگید همین الان ثروتمندم. روزای اول امواج منفی اذیتتون میکنه، اما بعد از این مدت اینقدر قوی میشید، اینقدر قدرتمند میشید که هرگاه اراده بکنید از آسمون براتون طلا خواهد بارید. ایشالله که از آسمون برای همتون طلا میباره. اما سومین راز موفقیت، تقدیم به همه آدمای بزرگی که تو جهان منتظر دیگران نمیمونن. راز بزرگ موفقیت انتخاب یک هدفه. شما اگه ندونید کجا میخواید برید، چه فرقی میکنه از چه راهی برید؟ قسمتی از قصه آلیس و سرزمین عجایب رو تو خاطرتون بیارید. یه قسمت قصه آلیس به گربه میگه حالا از کدوم راه برم؟ گربه میگه کجا میخوای بری؟ آلیس میگه نمیدونم. گربه میگه اگه ندونی کجا میخوای بری، چه فرقی میکنه از چه راهی بری؟ راستی شما کجا میخواید برید؟ اگه دارید رانندگی میکنید، یه لحظه فکر کنید که کجا میخواید برید، چه آرزوهایی دارید، چه آرمانهایی دارید. هر جا که هستید دارید این برنامه رو گوش میکنید، با عشق، با قدرت کاغذ و قلم بردارید و آرزوهاتون رو خلق کنید. 110 تا آرزو به نشانه عشق روی کاغذ بیارید. هر چی که دلتون میخواد بنویسید. ایمان بیارید که بهش خواهید رسید. نوشتن نیمی از راهه. آرزوهاتون رو بنویسید و ببینید چگونه معجزه وار در لحظه لحظه زندگیتون انرژی های عشق و مثبت پدید خواهد اومد. از همین لحظه تصمیم بگیرید، آرمان هاتون رو کاغذ بیارید، هر چه که دلتون میخواد. اصلا زمانو 10 سال ببرید جلو، ملاقات کنید با خودتون. شغلتون چیه 10 سال دیگه؟ مدرک تحصیلیتون چیه؟ 10 سال زمان جلو رفته، حواستون باشه بهترین شغل و رشته تحصیلی دنیا، شغل رشته‌ای که عاشق اونید، شغل رشته‌ای که دوستش دارید. ایمان داشته باشید. اگر شغل و رشته‌ای رو انتخاب کنید که وجودتون براش پر میزنه، سلولاتون، همه وجودتون، ذهنتون، ایمانتون برای اون میره، مطمئن باشید درست انتخاب شد. تو سومین هدفی که انتخاب میکنید، همه چیزای مادی که تو دنیا میخواید رو لیست کنید. هر چی که میخواید، از کوچیک تا بزرگ، با همه جزئیات بنویسید، دقیق بنویسید، واضح بنویسید، روشن بنویسید. تو خاطرتون باشه آرزوهای بزرگ داشته باشید. خدا بارها به بنده‌هاش میگه از من چیزای بزرگ بخواید. هر چی که دلتون میخواد بزرگ باشه، بزرگ و بزرگتر، اما دستیافتنی. آرزوهای دستیافتنی داشته باشید که زمین ناخودآگاهتون پس نزنید. معلوم کنید همسر ایدالتون کیه، اونو با تمام جزئیات رو کاغذ بیارید. چند تا بچه دوست دارید خدا بهتون بده، جزئیات، حتی اسماشو میتونید بنویسید. ببینید تو اجتماع چه خدمتی به جامعه میخواید بکنید. هر آرمانی که تو ذهنتون اون رو کاغذ خلق کنید. برای خودتون معلوم کنید از نظر مذهبی و معنوی چقدر میخواید رشد کنید، میخواید چقدر به خدا نزدیک بشید. آیا اعمال عقب افتاده دینی دارید که انجام ندادید؟ اونا رو لیست کنید. مطمئن باشید اگه با خدا رفیق باشید، هیچ رفیق دیگه تو دنیا نمیخواید. و اما آخرین آرمانی که روی کاغذ میارید، سلامتی جسم و روانتون باشه. براش برنامه‌ریزی کنید. مشخص کنید زمان 1 سال گذشته، 2 سال گذشته یا 10 سال گذشته و شما روی یک ترازو دیجیتال رفتید. وزنتون چند کیلوه؟ مشخص کنید از نظر جسمی چه تغییرات مثبتی ایجاد شده در شما. از نظر روحی و روانی اگه اشکالی تو روحتون میبینید، اونها رو لیست کنید و دونه دونه برطرفش کنید. من ایمان دارم اگر آرمان هاتون رو کاغذ بیارید، خیلی زودتر از اون که تصورشو کنید با آرزوهاتون خواهید رسید. دلم میخواد با شما ملاقات کنم، اما این بار در بالاترین نقطه موفقیت. روزگارتان شیرین، شادیتان افزون باد.